easy go. سلام، خوبین؟ چطورین؟ سر حالی؟ سر کلافی؟ چی میکنید؟ آقا اول از همه داخل ویدیو بگم واقعا معذرت میخوام که ویدیو رو اینقدر دیر آپلود میکنم. آقا ما کم داستان نداریم خدایی. الان یه چند روزی میشه گوشی رو عوض کردم، یه دو سه روزی. حالا فکر کنم حالا بعضی حالا نمیدونم چی جوریه با برنامه هم اوکی کردم. شیائومی نمیدونم مایک میکروفون با سیستم رو با همدیگه دریافت نمیکنه. به خاطر همین من امیر عباس به مشکل خوردیم. یه چند تا ترفند داشتم ولی دیگه دیدم واقعا داره طول میکشه، گفتم اول ویدیو رو بگیرم یه توضیح کلی از سیزن داشته باشیم و واقعا متاسفم اینقدر طول کشید. فکر کنم یه حدوداً 2 روز از سیزن گذشته، ایونت اصلی سیزن هم باز شده. خب اوکی، یه توضیح کلی از ایونت و اینا میدیم و روند جلو رفتنش دیگه. در کل ببخشید آقا، امروز اومدیم که البته من شب دارم میگیرم. در کل اومدیم با ویدیو در مورد ایونت البته سیزن هم هست. ایونت قراره چه ایونتی باشه؟ ایونت اول اصلی رو میگیریم که من فکر میکردم ایونت آکا 117 از شکلش نم که ای سیدهش خوشگله. آن سایت هم یه رنگی داره، صورتی خوبه، بدک نیست، قشنگه، ارزش واقعا ارزش داره. یه سیزن 3 2021 فکر کنم توکیو، فکر کنم موقعی که چی اومدش، موقعی که سویچ بلد اومد متیکش این اومد، فکر کنم این مال اون موقع است، دقیق نمیدونم. یه پازل قدیمی قراره به ما بده که پازل قدیمی منظورم کاراکترشه که الان بهتون نشون میدم. دوستان فعلا رو منو درخواست ندیم. FTP بود درسته؟ FT بود. آها، قراره این اسکین باشه. اسکین بدک نیست، قشنگه، حداقل اپیکو هست. کلا هر چیز اپیکو سعی کنین جمع کنین، حتی کوچیک‌ترین چیز قشنگه، خوبه، میشه روش حساب کرد. آقا برین بدون هیچ رو درواسی برین سراغ ایونت. البته خودم داره تازه نگاش میکنم. اولی میگه 3 بار پلی مچ که خیلی آسونه، یا میتونید با یه بار وین کردن مچ اوکی کنید که راحت ترینشه. بعدی میگه 1000 تا دمیج بدین در مپ مولتی. 1000 تا دمیج که حدودا میشه 10 تا کیل، 10 نفر بکشین تا اون ایونت قبلی سریع تموم بشه. بعدش میگه 5 تا کیل انمی با دیمون اکسپرنت پرک با اکسپرت با پرک اکسپرت دیمون اکسپرت. من خودم هنوز نمیدونم کدومه، بریم ببینیم با هم. دیمون اکسپرت کجایی فکر کنم اکسپرت نه اینجا اکسپرت، نه اینجا نیست. پیداش کردم، بله بالاخره. کلا نمیدونم این سیزن ایونت هایی که نه، البته این سیزن هنوز به جای نرسید، ولی اولای سیزن کلا هرچی در مورد بوم کاشتن و مپ مولتی و اینا کلا سر کار داره. یه مپ مولتی جدید اومده، واقعا خفن، حداقل از قبلی ها خیلی بهتره، خیلی بهتره. من که خوشم، حالا بعضا یه ظاهری داره. این میگه پرکو بذارین که این کارم فکر کنم موقع دیفیوز کردن 25% سرعت دیفیوز کردن رو بیشتر میکنه. و باز یه ویدیو کلی در مورد ایونت هم میذاریم. کجا بودیم؟ ویدیو کلی در مورد پرکا میذاریم. بعدش
میگه 5 تا کیل با اون پرک بگیره که بهتون گفتم. تو مپ مولتی حتما هم باشه. یوز فرگ گرینید 6 تایمز. میگن 6 بار نارنجک همون نید خودمون داخل مپ مولتی ول بدیم. همینجوره، مهم نیست چی باشه، ول بدیم. اگه ویدیوهای قبل رو دیده باشین روش‌های سریعتر تموم شدنش با ایونت های مثلا نید و اینا هم بهتون گفته بودم. یه پرک هستون رو بزنین راحت دوتا میتونین انتقال بدین گری نیدا رو. اوف. خب 3 تا کل انمیز مولوتوف کانکاشن. اوکی، هم تو قسمت همونه. میگه 3 بار این مولوتوف که اسمش اینه، میگه 3 نفر باش بکشین، حتما تو مپ مولتی باشه مثل همون گرینید. و آخری که اصلیه میگه ایره 3 تا کیل انمیز با کلاستر گرینید. کلاستر گرینید تو قسمت گرینیدی که جدید اومده قسمت بتل پاس متوجه شدم. قسمتی که بتل پاس گرینید جدید اصلا این سیزن اومده، الان بهتون نشون میدم چون اومده تو استور. زیادم اونوری ور نیست، قبلا تو قسمت مثلا 17-18 بود. خوب الان نزدیکه. این گرینید رو میگه چیکار کنید؟ 3 تا باش کیل بگیرین. والا من خودم حتی گرینیدم تست نکردم، اگه مثل بتل باشه واقعا دیگه همه دیگه از اونا دارم، ولی نمیان همچین چیزی بزنم. حالا باید خودم هم ببینم، نمیدونم. 3 نفر با اون کیل بگیرین. این از اینجا دیگه کاری نداریم. بعد ولی این چیزی کنم احساس من فیل خرج شده، نمیدونم چیزا اینقدر خیلی کپون طلایی آخرش داد، کپون سی پی یه دونه. اینجا میاد، اینجا که ایونت چیز خاصی نداره، کلا به روز لاگین کنید یه تایمی داره خودش بهتون میده، اصلا نیازی نیست. اینجا اصلی کاری بچه اگه میشه نگاه کنین کدوم میخونه بعد برای خودتون، چون معلوم نمیکنه کدوم بکنه. اولی میگه پلنت و دیفیوز بمب، سشن دیستروی که بازی میکنید بمب رو یه بار خونسا کنید یا بکارید، فرقی نداره چه مپی باشه، فقط مود سرچ دیستروی باشه. میدونید که بمب کاشتن و اینا. بعدی هم همین داستانه، فقط 5 بار. بعدیش هم همین داستانه ولی 7 بار. اینجا داستان تغییر میکنه، فقط میگه کیل بگیرین. کلن هم میگه 30 تا کیل بگیرین تا قسمت مپ مولتی. حالا مود منظورش یه مودی باشه، حالا مهم نیست، همون مپ مولتی خودمونه. این با اینا اوکی دیگه، اینا رو میگیریم. حالا این چیه که من اول اومدم اینو توضیح دادم؟ میگن این قسمت هنوز فندق چیزی به ما نداده، درسته؟ فقط اینه که با لاگین کردن 30 تا به ما میده. اینجا یه آپشن اومده خیلی چیزه واقعا قشنگیه، واقعا ترتمیزیه، زیاد ترتمیز. آره قشنگه دیگه. همچنین توی به ما میده، واقعا قشنگه. البته نمیدونم همه‌شو واقعا میشه گرفت، ولی فندق اینا میخواد. متحرک هم هست بدونم از اینا. این کاراکتر واقعا قشنگه، واقعا حجاب داشت که تو برف. یاد بتل پسش میفتم، بتل پس قدیمی که رفت. نه واقعا قشنگه. این یه دونم که وار ماشین تورشه ستیگانی که تو قسمت مولتی استفاده میشه دیگه. آره این هم قشنگه. اوکی آقا، ما با این برگ پاییزی اینا رو مثلا باید جمع کنیم. اگه بخوام کاراکتر رو بگیریم باید 40 تا فندق با 40 تا این برگ رو داشته باشیم. فندق هم فکر کنم با اینجور که اگه پیش بره کلا فعلا الان داره 30 تا به ما میده. احتمالش از جلوتر ایونت های بیاد در مورد گرفتن فندق میگیریم. بعد مثلا کاراکتر رو میگیریم، یا مثلا اگه 100 تا فقط فندق جمع کنیم به ما اینطور رو میده. حالا به خودتون بستگی داره دیگه، کار خاصی نه، فقط ایونت فعلا اول که اینه چیز خاصی نداره، میتونید اوکی کنیم وایس، ولی فکر کنم به احتمال 100% ایونت های دیگه هم ازش میاد. خب بریم ببینیم
چه چیزی باز میمونه اونم باز سر آخر باید توضیح بدم. خب بهتره همون اونو بگم که یه دفعه بریم سر اون که کلا ایونت تموم بشه. ایونت اول که بر من یه دستی دو دستی رفتم، البته فکر کنم دو دست رفتم، نه یه دست رفتم که رفت آخر. یه کوپون طلایی میده که من واقعا بهش نیاز دارم برای این. من نمیدونم خیلی خوشم اومده از این اصلا کاری. ببینید آقا من اهل انیمه هستم، خب انیمه رو دوست دارم، حالا هر کی یه نظر ولی انیمه باشه. خب اوکی. این میگه مثلا ببینید خدا وکیل آنون سایتش رو نگاه کن، اینجوری من نمیتونم دقیقاتونش رو نگاه کن. من 70% معیار نظرسنجی من رو آنون سایت گانه، نتونی با گان راحت کار کنی چه ظاهر رو میخوای چیکار کنی. اینو نگاه کن واقعا، کیلو رو نگاه. البته کیلو واقعا قشنگه دیگه، 117 واقعا قشنگه. تایپش زیاد فرق نداره ولی بازم قشنگه. دنس آنچنانی هم نداره ولی یه سی پی زدم به ما اینو داد. شانس من از این یه دونه گرده داشتم. حرفی ندارم حرفی ندارم. من واقعا درکی نمی کنم این. منم وقتی تمام میکنم ببینیم ولش کن ادامه نمیدیم. آره آقا یا خانوم البته فقط بچه ها. اوکی بریم سریع تمام کنیم این ایونت. هم داره طولانی میشه، چرت و پرت زیاد میگم دیگه، ببخشید خودمونی میشم. 3 بار پلی مش. آها وایس اول از همه بگم این ایونتش کلا داخل این مود قراره باشه، کلا قراره داخل این قسمت این مود باشه. بس هر ایونتی هر ترجمه کردن بدونی که باید داخل این مود انجام بدیم. ادامه داستان 3 بار پلی مچ، 10 بار پلی مچ، یعنی 10 بار بازی کنین. اون سومی هم همین داستانه، 10 بار بازی کنین این مودو. 5 تا کیل اسار رایفل، 5 بار با گان متوسط رنج زن ولی متوسط کیل بگیرین. بعدش چی میگه واسه ببینیم. خب بعدش میگه نه 5 بار گفتم 15 تا 5 تا هم با میل که همون نایف داخل همون قسمت مپ کیل بگیریم. بعدش میگه 30 تا اسار رایفل، نایف هم که میدونید دیگه همون چاقوی خودمون. 10 تا کیل هم نمیه با نایف. اینم 3 تا وینم مچ، میگه 3 بار مپ رو وین کنین برنده شین. 10 تا کیل هم با اسکراستریک هم به اینا میگن. استراتژی به اونا میگفتن که بعد 10 بار با اونا کیل بگیرین، بیشتر از هانتر رو یا شاکارسی فکر نکن. آره شاکارسی هم حساب میکنه، شاکارسی حساب کنین. این هم که میگه مدال یکی مونده با آخری، میگه 25 بار مدال دریافت کنید، اصلا نگاه نکنید خود به خود پر میشه. آخری هم که یه بار وین کنید دیگه، همین چیز خاصی نداره. چیزی هم که میده این کاراکتر من هم به خاطر کوپنش فقط میخوام بزنم. این هم از این ایونت اصلی سیزن هم که داستان دقیقش رو نمیدونم ولی اینگاه یه چی هستن این چی میگن چینی ها قدیمی یه قسمت سکه های مهری داشتن، مثلا من میتیکوماندو و اینا فکر کنم مثل همونه. حالا اینا که دیلی هن تغییر میکنن، یکی مثلا میگه 2 بار رنک مچ پلی بده، بعدی هم میگه 3 بار MVP شو تو مپ مولتی. اینا هم که پایین هست خود به خود مثلا میگه ایونت میتونی بری سریعتر پرشه، مثلا 5000 تا بهت میده اینا. من البته همینجوری هم بازی کنین بهتون میده، نگاه کنین یه دست زدم با اینکه 200 تا هم گرفتن 300 تا جدا بهم داد. این از این میگه مثلا 10 تا وین کنین رنک مچ و 100 تا کیل بگیرین تو رنک مچ کنن با مولتی بیشتر کار داره نمیدونم چرا.
گفتم مولتی بتل اومد 3 بار پلی رنگ 3 بار در بتل رویال نفر پنجم شوید. پنجم مثلا پایین ترم بشه اشکال نداره، پنجم به پایین، منظورم به پایین چهارم و ایناست. 5 بار MVP رنگ مچ، رنگ مولتی، اوپن ایردراپ سوپلیس تایم تایم تو رنگ مچ. 5 بارم ایردراپ گان، یا آره ایردراپ گان باز کنین داخل مپ بتل رویال. آخری هم که میمونه جزو تاپ رنگ بتل رویال، جزو نفر اول بشید، تاپ اول بتل رویال بشید. دیگه چیزی نمیمونه واسه توضیح دادن. آره دوستان دیگه واقعا ویدیو طولانی شد. من خواستم از سیزن یه توضیح فقط بدم که بتل پسش واقعا از سیزن‌های قبل خیلی بهتره، حالا نظر منه دیگه، حالا شاید بگه بازم همون بتل پس قدیمی، ولی بتل پس قدیمی دیگه نمیشن اینا که، ولی آره دیگه آن سایت این بدک نیست، آن سایت کوچیک بیلکی داره، ولی حالا این کاراکترش خفنه، خوبه، قشنگه. حالا اینجور که شنیدم موقع داخل بتل رو چترش باز میشه، نمیدونم راست دروغه. دوستم بهم گفت درک از این ندارم، ولی یه خوفناکه مثلا خود طبیعت رو نجات بده. میریم بعدی. اسکیس ماشاءالله اسکیس دیگه دوباره حامله ام بچه کدام شماست؟ آره اسکیس همش داره میده، خوبه، قشنگ نمیگه قشنگ نیست. آرون سایتش هم از معمولیش خیلی بهتره. حالا شاید تاپ بشه برای من، چون تخته مثل اسکیس اپیکی قبلا گرفتن، تیز نیست بتل پس قراره. حالا ولی دیگه اسکیس بکش بیرون دیگه، اکی بیجه دیگه گفتم اسکیس اسکیس. اوکی. کاراکترش قشنگه، بدک نیست، فکر نکنم از این داشته باشم. یه دونه کریت فقط اومد زدم. کاراکترش خوبه، بدک نیست، حالت سامورایی تور داره، آویزونیش ساده مثل همیشه، دنسش واقعا مثل دنس گردون. الان برای اودن رو نگاه کنیم یه همچین حالتی بود، ولی اون داستانش فرق میکرد. این قشنگه. هولگر هم که ماشاءالله داره میده، هولگراش ساده. این باز حالا یکم نه بازم همونه دیگه، این باز حالا یکم آن سایتش نوکش قرمز آبی تره، قرمز یا خوب. آره بازم اینم قشنگه، ولی ارزش آنچنانی نداره. در مورد شاتگان تا دیدم تو بتل وان شات نیست. حالا من هنوز نگرفتم تست تو بتل، یعنی رو زمین برداشتم، واقعا وان شات نیست. من حالا رو زمین تست کردم، حالا من آتشش رو نمیدونم، شاید وان شات داشته باشه. قابلیت وان شات کردن رو نداره، چون فقط وست رو میشکنه، بعد 2 شات تضمینیه، ولی ایم دقیق میخوره، اینگاه خشاب دمج انداختی. هیفایش اونقدر پخش نمیکنه، اوکیه. ریلودش سمه، یه ماسک رو میندازه تو هوا، بعد یه ماسک دیگه همونجوری میندازه زیرش، 10 تا تیر پر میشه. چی میخوای؟ البته این دقیقه سرعت عمل خیلی خوبه، واقعا خوبه. نمیدونم حالا تو مولتی تست نگم، ولی تو مولتی فکر کنم وان شات باشه. این میشه شاتگان تاپ مولتی. چقدر سریع این بال میزنه. دو رقابش بدنگ نیست، قشنگه، نه واقعا قشنگه. این نیدش که نیومده پیک، این چرا یاد اون داخل بروسلی میافتم، باش فایت داشت. میریم بعدی. این یاد منو چی میندازه؟ کاراکتر بتل پس قدیمی که اومد الان خیلی ها گرفتن،
عکس کالین کادش همینجوری عنکبوت بود. حالا دقت کرده باشه. الکی آن سایتش رو ندیدم، راستیتش خیلی ظاهر ساده ای داره. چی هست جالبه ولی بتل پسی لعنتی دارم برای سی پی خرج میکنم، پول میدیم. قشنگتر در بیا. آرون سایتش رو البته ندیدم، میگم من 70% 60% برای آرون سایت نظر میدم. چی بگم حالا فعلا 50-50 میریم جلو. بکش قشنگه، بدک نیست، رو به پایین کم کم میاد دیگه افتضاح. این میگن آرون سایتش سبز بهتره، حالت درختی طور داره، زیاد فرق با اون نداره انگار، زیاد فرق آنچنانی نداره، واقعا فرق آنچنانی نداره. اونم رنگ چوبه، اینم رنگ چوبه. بدک نیست، قشنگه. باز آدم میگه آرون سایتش سبزه، اوکیه. خب دیگه چیزی نمی کجا داره برای بتل پس قدیمی این قرار باشه، چیز خاصی هم نداره. اینم که این خب دیگه چیزی نمیمونه، فقط یک کلی از چیز قرار کرکسیس هم بیاد. بله و نایف جدید هم قراره داشته باشیم بتل پس. بعد اینم که از این ایونت اصلی. حالا من اینی که وسطر نمیدونم، نیکتو با تیانگا فکر کنم اسمشه، این دوتا آیا قراره جز ایونت های اصلی باشن یا فایت های بازی باشن یا مثلا داخل کامیکا، دقیق نمیدونم. حالا برای چیز خفنیه. راستی در مورد اسکین دیلی نگفتم. دیلی خان بزرگ یا خان بزرگ، در مورد اسکین دیلی نگفتم. واقعا اسکین قشنگه، واقعا که نه، ولی آره از قبلش خیلی بهتره. آره ترتمیزه، یه حالت شیک داره، کلا سیاه شیکه دیگه. همین دیگه، چیزی نمیمونه دیگه. خیلی طولانی شد عشق منین. اگه تو واقعا تا آخر ویدیو نگاه کردید، عشق دل منین دیگه. ببخشید تکی گرفتیم دیگه، آخراشه. سعی میکنیم دیگه یه جور سریعتر ایونت ها رو بزنیم، واقعا بازم ببخشید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. لایک رو فراموش نکنید که واقعا انرژی به ما میده. اگه خوشتون اومد ساب کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.